مسلمانم. امروز یک وضعیت سختی به سرم آمده است. مجبور شدم که با شما درد دل کنم. شاید شمایان مرا فهمید. من از شهر پیرم سخن کرده ایستادم. سبب سخن کردن من این است که دختر بیماری دارم. کسل 6 کسل است. او در بیمارخانه هست. نه راه کشته میتواند، نه گل زدن میتواند. روی کسلی دخترم، دخترچه‌اش در دستی من بود. 2 ساله او را از دست من گرفتم. بالای این وضعیت وزنی او بود در نزد دخترم می شدم. از کارخانه هم فهمیدن که دختر من کسل 6 کسل است و من زنگ زدن که آمده زیارین تنویس از کار به مادرم. گفتم سبب برآمدن رفتن من چی است؟ گفتن که دخترت کسل است، دخترت بیمار است، برای همین ما تو را میتوانیم کار پیش کنیم. ای هموطنانم، ای خلق تاجیکم، ای خلق مسلمانم، من چی گناه داشتم که این روز مرا از کار بیکار کردم؟ برای که دخترم بیمار است، برای فرزند دخترم را گرفتم. برای همین من گناه دارم. من مادر هستم. برای خاطر فرزندانم بررسی آمدم. خواستم کار کنم، به تنگا پول را جمع کرده و فرزندانم یاری کنم. لیکن افسوس، صد افسوس که خطا کردم. ای هموطنانم، ای خلق تاجیکم، دختری بیماری سختی دارم. او به جان خود آواره هست. من مادر هستم. هر یک کدام شمایان مادر دارید. درد دل مادر خود را میدانید. چی کار کنم؟ درد دل خود را به کی گرزنم؟ ای خلق تاجیکم، ای خلق مسلمانم، و من کمک کنید که دخترم را نصب کنم. و من کمک کنید که فرزند دخترم را گیرم. من زن کوچه‌گر نیستم. من با این دستانم محنت میکنم، پول میابم، راه زندگیم رو میابم. ای خلق تاجیکم، ای خلق مسلمانم، اینو در ملک مردم شدم. آبی دهم میریزم برای فرزندم و خون جگر شدم. و من کمک کنید. ای خلق تاجیکم، ای خلق مسلمانم، از این آفت را خلاص کنید. مسئله را نزد ما گذاشتن که جواب او را بگویید که این چی بود؟ تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است، پس دوزخ و بهشت برای چیست؟ و اگر اختیار در کار است، پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفتن نمیتونم و شما را قانع کرده هم نمیتونم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرها و محدثا عاجز هستند، جواب گفتن نمیتونند. جوابی که شما را قانع کنند این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اول سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن: هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیه چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خواند. باب تقدیر صحبت میکند، زیرا پیش پیغمبر خدا آمدند و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند.
رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردن وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز ایستید گفتن رسول اکرم و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی این گونه سرخ شد. میگوید یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کنند، زیرا عقل انسان به این نمیرسد. سوالی هست مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی الکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. بعضی پیغمبری خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هیچ جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عمل خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نه جنبد هیچ جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند آبی چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درهم ما و شما، آیا اینها از پیش خود تلبنده شدند؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم تلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سرشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است، پس اینها انسان هایی که امروز گیروئین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سرشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند، و هر سویی که میخواند روانند. همه اینها در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزت شمع دینی. حتی کافر میگوید با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تو از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتابا ما و شما میخوانیم که از تمام دولت‌های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عمل شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست. از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسل وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادند و با عسکرها امر کرد که پس میگردیم، باز مدینه می روید. مردم گفتند ای عمر، می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. حضرت عمر چی گفتند؟ نفر من قدر الله الى قدر الله، می گریزیم از تقدیر خدا به سوی تقدیر خدا. انا همین گریختن من، ندر آمدن من به ملک شام، اینشان تقدیر الهی است. از این خاطر در باب تقدیر بحث های خیلی زیاد است.
من علال خصوص از جانب خودم گپ میزنم، من عاجز هستم، من جواب تقدیر به هیچ کدام شما معین کردن نمیتونم. اگرچه حدیث های زیادی خوندم، اگرچه آیه های زیادی در قرآن